تا حالا گپ منصفانه قیمت رو شنیدی؟ همون FPG که ستاب خیلی خوبی میده واسه معامله گرا. بریم با هم یه نمونهش رو ببینیم. شما برای پیدا کردن این ستاپ ها باید دنبال اسپارک ها باشید، چه اسپارک نزولی چه سودی. در اسپارک ها دنبال نواحی FPG باشید. ببینید این شادو تا این شادو میتونه FPG باشه، ولی بهتر از بدنه بگیریم، یعنی قسمت کلوز این کندل تا اوپن این کندل توی این ناحیه میشه برای شما یک ناحیه FPG که این میتونه تاثیر بگذاره و دوباره برگرده بهش واکنش بده. پوزیشنش رو تو بکار اینجا استاپ بالای ناحیه، میتونی ریوارد های بیشتری هم بگیری. الان تا اینجا ریوارد 2 خورده بهت میده، میتونی به عنوان تارگت اول استفاده کنی، اما توی تایم بالاتر ببینی میتونی ریوارد های بالاتری هم ازش بگیری، ولی اینجا مطمئن تره. ببینیم که چجوری واکنش میده.